سلام دوستای عزیز، اسمم حسنا حقیاری. من در صنف سوم مکتب خصوصی فراز اندیش هستم. در مکتب باید قانونا را رعایت کنیم، بیادبی نکنیم، گپ استاد ما را گوش بدهیم، هم‌صنفی خود را در وقت درس اذیت نکنیم. من استاد خود زیاد دوست دارم، فعال است، بر ما سیم درس میده، سیم کارخانگی میده، زیاد میده که ما درس یاد بگیریم، لایق شویم. یگان دختر است که به گپ استاد ما گوش نمیده، تنبلی میکنه، او را باز صنفی های ما خوش نداره، استاد ما خوش نداره. استاد جان، درس گذشته ما در مورد چی بود؟ او را برای دوستای بلند بخوان و دوستای هم همه گوش میکنن. مادر پدر ما آرزو بر ما داره که من باید درس ما بخوانم تا صنف 12 فارغ شوم و پانتونه بخوانم، میلیونر شوم. و از حکومت میخوایم با خانم ها و دخترها اجازه حکومت بده. من که در خانه می باشم همراه مادر خود کمک میکنم و هر دختر باید همراه مادر خود کمک کنه. من قرآن کریم زیاد دوست دارم و میخواهم در آیت 65 هستم و میخواهم برام پیشرفت کنم. از خداوند میخوایم برام قدرت بده.